قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان دائمی کانال پیام و این چنین برنامه های ما، برنامه آستانه و برنامه ترازوی عمل. عزیزان، امروز به نزد شما به موضوع آمدم که خیلی زیادی از مهاجران باید از آن آگاه باشند و این چنین موضوعی که ما خیلی با آسانی به آن نگاه میکنیم ولی موضوع جدیتر از آن است که ما پین میداریم. برای همین باید ببینیم که مهاجرت مقصد و هدف آن چیست و یا اینکه هدف از هجرت و هدف از مهاجر بودن در چه است و آیا هر یک ما و شما و همان آیت هایی که پروردگار برای مهاجران هم بشارت دنیا و هم آسودگی قیامت را داده است به آن گروه داخل می شویم یا نه. و بیایید ببینیم که فرق بین مهاجران معاصر عصر حاضر و مهاجران پیشتر در چه بود و آیا هر یک نفری که میگوید من مهاجر هستم و آنهایی که ادعا دارند که ما به خاطر دینمان یا اینکه ما به خاطر ظلم و ستم از کشور خارج شدیم، آنها در حقیقت به آن درجه مهاجرین رسیده اند و یا اینکه اینجا چیزهای دیگری هم هست. و کلمه مهاجر را شاید هیچ کسی مثل تاجیکان ما بهتر نداند، آن هم که از سال 1994 تقریبا تا امروز همیشه میبینیم که هر ساله و یا هر روزه حتی سیل پرنده های مهاجر دارند از کشور خود به کشورهای دیگر سفر میکنند و مهاجرت را ما شاید از دیگران زیادتر تجربه کردیم، ولی مهاجرتی که اکثریت ما مردمی تاجیکستان داریم اون مهاجرتی مهنتی بود. ولیکن شاید از سال 2014 گویم یا کمی بیشتر از آن شروع شد مهاجرت به خاطر ظلم و ستم، علل خصوص به خاطر دین خود، به خاطر حجاب، به خاطر نماز و جوانان ما به خاطر حتی ریش خود چقدر تعقیب شدند و اذیت شدند و خارج شدند از کشور. یعنی این چند سال آخر است که مهاجرت از این که به یک مهاجرت مهنتی باشد زیادتر به مهاجرت مانندی دارد که مایان داریم از ظلم و ستم، آن هم اکثریت با دین خود و یا با عدل و عدالت خود که ما از اهل انصاف هستیم و از اهل عدل هستیم و هرگز جانب ظلم نیستیم و یا ظلم را دستگیری نمی کنیم، داریم از کشور خود خارج می شویم. و ایده این را همچون مهاجرت در راه حق قبول دارند، ایده هم همچون خیانت به وطن که گویا که آنی که به خاطر ظلم ستم از کشورش تعقیب شد و خارج شد گویا که او خائن باشد. و امروز بنده میخواهم هجرتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابگان کرده بودند و این چنین هجرتی که در زمان معاصر علل خصوص هموطنان عزیز ما کرده اند یک مقارنه بین این دو هجرت داشته باشیم و آیدش صحبت کرده باشیم. و وقتی که میگوییم هجرت به خاطر پول و مال یا هجرت به خاطر نان حلال، البته آن هم در جای خودش هست و آن هم برای پیدا کردن رزق حلال است و اجر خودش را دارد، اما بالاترین درجه هجرت همون هجرتی است که مایان فرار کردیم از کشور خود، از سرزمین خود به خاطر دین خود. و امروز میبینید که نه تنها در تاجیکستان، در حتی کشورهای مسلمان نشین عرب هم خیلی زیاد آنهایی که از حق و حقیقت میگویند از کشور خود فرار میکنند یا آنها را تعقیب میکنند یا دستگیر میکنند یا اینکه در بعضی از کشورها آنها را از شهروندی محرومشان میسازند. و خیلی زیاد علمای ما هستند و اهل عدل و انصاف ما هستند که چه عرب باشند چه عجم باشند خارج از کشور. و عجیبش این است که در کشورهای اروپای مسیحی دارند پناهندگی دارند و زندگی میکنند. یعنی عجب زمانی شد که برای یک مسلمان
پناه دهنده که تو می توانی در دین خود آزاد باشی، کشور مسلمان پیدا نمی شود و تقریبا تمام کشورهایی که عضو آن هستند و یا ملل متحد هستند، آنها در کشورهای اروپا، کشورهای مسیحی هستند و در داخلشان یگان کشور مسلمان را پیدا نمی کنیم که بگویند ما برای مسلمان ها دروازه خود را باز کردیم، شما می توانید در این کشوری که از آن صدا می دهد، در این کشوری که حاکمش بسم الله می گوید و نماز عید می خواند، اگرچه کل احکامش از روی شریعت نباشد هم برای شما ما پناهندگی می دهیم و جای می دهیم. و اینجا چه کنیم که برای مسلمان جای بجز کشورهای غرب برای پناهندگی نماند، اما آنهایی که چه چیزهای نمیخواهند و یا تا حد از اخلاق و از انسانیت دور هستند، آنها میتوانند در هر یک کشور پناهنده باشند. و چیز دیگری که اولا باید ذکر کنم، اینجا بعضی ها گمان میکنند که حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم لا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح مکه دیگر هجرت وجود ندارد گفتند، بعضی ها گمان میکنند که این حدیث عمومی هست و دیگر پس از فتح مکه دیگر هیچ هجرتی نیست و شما دیگر هر کجاهای هم که رفتید مهاجر حسابیده نمیشوید، البته مهاجری در راه الله. ولی آن حدیث فقط دلالت میکند به اهل مکه، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا گفته بودند که اکنون که مکه دیار اسلامی اعلان شد دیگر دار کفر نیست، برای همین دیگر از مکه هجرت نکنید. بعد از فتح مکه دیگر هجرتی وجود ندارد، اما هجرتی که به خاطر امن و امان، به خاطر اینکه برپا کنیم دین خود را، به خاطر آنکه شریک ظلم و ستم نشویم و به بیدادگری ظالمان همراهی نکنیم، این هجرت تا روز قیامت پابرجاست. برای آنکه در ما حدیث در ابو داود از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. بدانید که هرگز هجرت تمام نمی شود، هجرت انجام نمی یابد و نابود نمی شود تا زمانی که قبول توبه هم به اتمام برسد. و قبول توبه زمان یا دروازه های توبه زمان محکم می شوند وقتی که آفتاب دیگر از مغرب می براید، یعنی وقتی که قیامت می شود. برای همین تا روز قیامت هجرتی که اگرچه در کشور مسلمان باشی ولی برایت ظلم کردن یا از تو خواستن که در ظلم شریک شوی و یا اینکه نگذاشتن که حق را بگویی و یا نگذاشتن که از آن چیزی که الله و رسولش میگویند بگویی و یا اینکه نگذاشتن که تو از اهل و انصاف شوی و همراهی عدل و عدالت جویان باشی، از آنجا هم تو میتوانی حتی کشورت کشور مسلمانی باشد هم سفر کنی و کشوری که در آنجا امان است و کسی تو را تهدید به جان و به مال و به ناموست نمی کند و کسی برای نابود کردن عزت و شرف تو را برای با ظالمان یک جا بودن و یا اینکه با ناعدالتی همراه بودن مجبورت نمی سازد. و این نمود هجرت تا روز قیامت موافق این حدیث پیامبر پابرجا خواهد بود. و اینجا خیلی ها هستند که عجیب است، در ظلم شریک هستند، در فروختن و نابود کردن اهل عدل و اسلام شریک هستند، حتی در صادر کردن فتواهای بردروغ از نام اسلام راضی هستند و برآمده به یگان ترس از پروردگار از نام اسلام این ممکن است و آن ناممکن است گویان صحبت میکنند. اگر به بعضیشان که تنها با نفری از آنها من هم صحبت شده بودم، وقتی گفته بودم که پس برای چی شما در این ظلم شریک هستید، میگوید من مستضعف هستم، یعنی من از همان بیچاره هایی هستم که از کشور برآمده نمیتوانم. چگونه میتواند یک نفری که صاحب ماشین و قصر و اینقدر پیرو و چیز دیگر دارد از مستضعف باشد و در ظلم ظالمان شریک باشد؟ و این چونین اگرچه خاموش است، میگم دیگر او خاموش است، حداقل زبان خود را داشت، ولی وقتی تو همراه ظالم همکاری میکنی و این چونین از نام شریعت بر دروغ میزنی، از کجا ما اینجا باور کنیم که مستضعف هستی؟ البته آیتی که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، نفرانی هستند که آنها را فرشته ها
وقتی که جان آنها را میگیرند به ظلم خود به نفس خود ظلم کردند. وقتی از آنها پرسیده می شود که چرا اینقدر در ظلم و در ستم و در گناه شریک بودید، میگویند کن مستضعفین فی الارض، ما از جمله بیچاره های بودیم که نتوانستیم از کشورمون خارج شویم، برای همین در ظلم شریک بودیم. و در دوامش فرشته ها میگویند الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگر زمین الله وسیع نبود که شما هجرت کنید، مگر زمین الله وسیع نبود که شما ظلم را ترک کنید و در این بیدادگری ها شریک نشوید. پس آنهایی که بار دیگر در ظلم و ستم شریک هستید و یا اینکه شریک نیستید با اینچنین در مسئله علیه بعضی از نفرانی که از پی عدل و انصاف هستند، از پی از بین بردن ظلم هستند، یا علیه بعضی از طالب علمان یا بعضی از علمای ضیاعیان سر بردار میکنید، خود در تلویزیون باشد، خود در منبر باشد، خود در هر کجا هم باشد، این رو بدانند که شما مستضعف نیستید، شما همراهی همون ظالمانی هستید که در این مسئله مسئولیت جوابگری دارید در پیشگاه پروردگار که الم تکن ارض الله واسعه. و پس اینجا مسئله هجرت عزیزان دروازه هست که تا روز قیامت باز خواهد بود و هرگز این دروازه بسته نمی شود. ولیکن چیزی که در ما هست، بعضی از نفرانی که میدانیمشان، میشناسیمشان، از اهل خود ما هستند، از اهل عدل و انصاف و از اهل علم و از اهل دین هستند، می شود که پس از سال از مهاجرت، 2-3 سال از مهاجرت می بینید که ایشان نامشان مهاجر است اما کار برای دین و برای کشور و برای هموطنان و برای آینده نمی کنند. و اینچنین مسئله که خیلی انسان رو به تأسف می کشد، این که بعضی ها پس از هجرت تماما فراموش میکنن که مهاجر هستند، باید برگردن، هدفهای داشتن، عهد و پیمانهای داشتن. بیایید ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه مهاجرت کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مسئله تا چه اندازه کوشش کردند و برای چه اینقدر پس از یک مدت کوتاه 10 سال از دعوت به ساختن دولت شروع کردند و باز در این کار موفق هم شدند. پیش از همه هجرتی که الله مهاجری که الله کفالت آنها را به عهده‌اش گرفته است و میگوید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعة، و پوزش میپرسم اگر یکون کلمه ببخشید یکون حرکتی را در خواندن آیت خطا کردم، برای اینکه شاید از هیجان باشد، شاید بعضی فراموشی ها باشد که بعضا ناخودآگاه به خطاگی دست میزنم که خیلی معذرت میخوام اگر خطای در جای باشد. اینجا آیتی که الله میگوید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعة، هر کسی که در راه الله به خاطر دین الله، به خاطر اینکه او بتواند عبادت پروردگارش را انجام بدهد، او بتواند موافق قانون الله زندگی کند، او در یگان ظلم و ستم شریک نباشد، هر کسی که به خاطر الله هجرت میکند در روی زمین برای خود فراوانی زیاد و اینچنین وسعت رو پیدا میکند. یعنی تا اندازه هم در مال، هم در جای زیست، هم در نفسانیت خود و یک امن و امان و اینچنین آسودگی میبراید. اینجا به بالا اگر نگاه کنیم، این وعده را که شما در همین دنیا پس از مهاجرت نه از جهت مال، نه از جهت گفتیم اطراف و محیط اذیت نمیشوید، شما کاملا به آسودگی مراغما کثیرا و سعة، هم از جهت مالی هم از جهت امنی به یک آسودگی میبرید. اینجا بکی است این وعده؟ وعده به نفرانی هست که الله میگوید و من یهاجر فی سبیل الله، به خاطر الله هجرت کردن، نه آنهایی که گفتن میرویم به آلمان، میرویم به افریقا، میرویم به مثلا بلژیم و جای دیگر که در آنجا زیادی پول میدهند، نه به آنهایی که گفتن به آنجا میرویم که آنجا ماشین ارزان است و خانه ارزان است، نه برای آنهایی که گفتن ما میخوایم ترک کشور کنیم برای آن که میخوایم زندگی بهتر نصیبمون باشد. این وعده که الله داده است وعده فقط به نفرانی که میگویند من خارج میشوم از خانه و درم، کشور خود را ترک میکنم و زادگاه خود را ترک میکنم به خاطر اون که توانم در دین خودم
عبادتی که یا تمام عملهایی که پروردگارم بالای من کرده است انجام دهم، چون در کشوری که من هستم برای من اجازه نمیدهند که همان گونه که باید پروردگار را پرستش کنم. انا این گونه انسان ها را پروردگار به عهده‌اش گرفته است و پروردگار وعده میدهد که اگر به خاطر الله هجرت تو باشد، بدون که از یگان جهت برای تو تنقیصی و یا اینکه مشکلی نمی آید. اگر مشکلی آید هم که خواه ناخواه در سفر می شود، مشکلی هایی هست که انسان به خرسندی آن مشکلی ها را پس سر میکند، برای آنکه او میداند که وعده الله حق است. و امروز وقتی بعضی مهاجران خیلی شکایت میکنند که این کشیدیم و اون کشیدیم و یا ناراضی هستیم و یا چیزهای دیگر، شاید هجرت ما به خاطر الله نبود، شاید چیز دیگری بود که ما را دیگر پروردگار به حالمان واگذاشت. برای همین کمترین قدم هم باشد اگر ترک کشور کرد، باید اولین نیت این باشد که پروردگارا، من به خاطر تو، به خاطر برپا کردن دین تو، عبادت تو و آنچه که مسئولیتی که بالای من همچون یک مسلمان گذاشته ای، من این سرزمین را ترک میکنم. وگرنه در سرزمین شما اگر تمام شرایط ها مهیا باشد برای این، چی لازم است ترک کردن کشور خود که هیچ جای برای یک مسلمان بهتر از وطن نیست، که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه خارج می شدن، کمی بیرون از مکه می شوند و به سوی مکه نگاه کرده می گویند قسم به الله تو دوست داشته ترین شهر برای من هستی، سرزمینی من، کشوری من. اگر اهلی تو، مردمی تو مرا خارج نمی کرد، من هرگز تو را ترک نمی کردم. یعنی هیچ کسی بلاد دیگر یا کشور دیگر را بالای کشور خودش بالاتر و ترجیح نمی داند. ولی این عمر کوتاه هست که ما در عمر کوتاه خود باید اون چیزی که همچون بنده بالایمان شد انجام دهیم و در این عمر کوتاه خود هرگز به ظالم یا اینکه به آنی که همیشه خود را تا جای به فرعونی رسانیده است و یا در یک جامعه که شما نمیتوانید حق را بگویید و اگر حق را نگویید هم مجبور میکنن که باطل را بگویید، در آنجا زندگی کنیم. و اینجا در آیت دیگر الله میگوید والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. اونهایی که به خاطر الله پس از اینکه ظلم دیدن، یعنی اونهایی که در جای زیست خود ظلم دیدن، ظلمی که آنها را یا به خارب و ذلت میبرد، یا ظلمی که آنها را حق حقوق آنها را از دستشان کشیده میگیرد، یا ظلمی که در ظلم دیگران شریک میشوند. یعنی آنهایی که در جای زیست خود ظلم دیدن، هر نمود ظلمی که باشد، خواه بالای مالشان، خواه بالای آبرویشان و بالاترینش بالای دینشان، و گفتن من این سرزمین را به خاطر ظلمی که در اینجا هست ترک میکنم، بدانید که برای شما ما حیات بهتر را نصیب میکنیم. شما توکل کنید، ظلم را ترک کنید، از آنجا خارج شوید و یقین بدانید که بهتر از این زندگی نصیب شما می شود. اما این فقط بسنده نیست، بجز این باز بهترین نصیب شما در روز قیامت است. و اینجا بعضی ها میگن پس چی کار کنیم؟ ما همش ترک کنیم کشور خود را بگذاریم به دست ظالمان که چی کار خواهند کنند؟ عزیزان، ما ترک میکنیم، نه اینکه دیگه ظالم چی کار خواهد بکند، ما ترک میکنیم تا که در بیرون قوی شویم، تا که در بیرون نقشه های داشته باشیم که متاسفانه امروزه مهاجرت ما و یا امروزه مهاجرانی که برآمدن دیگر فراموش کردن که ما چرا ترک کردیم. مگر این گونه می شود اکنون به حالش بمانیم وطن را و کار نکنیم؟ چیزی دیگر در این است که اگر به زندگی پیامبر نگاه کنیم و به مهاجرت 15 ساله‌ای که اهل مکه از جعفر ابن ابی طالب شروع کرده تا ابو سلمه و ام سلمه و عثمان ابن عفان و ام کلثوم رضی الله تعالی عنهم اجمعین به حبشه سفر کردند و آخرین نفرانی که در آنجا زندگی کردند تقریبا 15 سال کامل زندگی کردند، اگرچه بعضیا بر وقت‌تر برگشتن. و این چنین به هجرت پیامبر نگاه کنیم که 10 سال زندگی کردند، می‌بینیم که مهاجرت هرگز آنها را از اصل خود دور نکرد. پیامبر به مدینه آمدن. مدینه یک کشور مسلمانی نبود، در آنجا یهودها بودند، در آنجا نصرانی ها بودند، در آنجا مشرکین بودند، اسلام آوردند. و مهاجرانی که به حبشه رفتن، حبشه یک کشور مسلمان نبود، کشور مسیحی بود، ولی پادشاهش را با عدل و انصاف میشناختند. میبینیم که پیامبر هر
در این 10 سالی که در مهاجرت بودن و یا اینکه صحابگانی که 15 سال طول 15 سال تقریبا در حبشه بودن، هیچ یکی از اینها به خاطر مهاجرت از شخصیت خود، از دین خود، از اصل خود تنازل نکردن. همون گونه که بودن همون گونه موندن، همون گونه برگشتن. هرگز اینکه من مهاجر شدم به مسیحیت من باید مثل آنها لباس پوشم، زبان من کاملا باید تغییر یافته باشد، اخلاق من تغییر یابد، یا اینکه همون عرف و عادتی که ضد شریعت نیست، خیلی عرف و عادت‌های خوبی هم که ما هم داریم از آن دست کشید. و اینجا می‌بینید که مهاجرت برای آنها تاثیر نرسانید یا تاثیر نداشت که آنها از اصل خود، از دین خود دور باشند. آنها در اصل خود باقی ماندن، در دین خود باقی ماندن و قوی ترش هم کردن و این چنین به اطرافیان تاثیر خود را رسانیدن. و امروز میبینیم مهاجرت میروند، هجرت کردن، پس از مدت زبان نیست، زبان تاجیکی مادری از بین رفته است، طرز لباس کاملا تغییر یافته است، طرز صحبت تغییر یافته است، اخلاق تغییر یافته است. عرف و عادتی که در جای ما السلام علیکم است، مادر جان است، پدر جان است، پدر بزرگ است، مادر بزرگ است، احترام مهمان است، که این عرف و عادت نه تنها عرف و عادت تاجیکی، این اخلاق اسلامی است که الحمدلله مایان تاجیکان خیلی اخلاقهای خوب اسلامی هم داریم، البته خرافات هم داریم ولی اخلاقهای خوب هم داریم. اینها از بین میروند. 17 ساله کودک نمیتواند با پدر بزرگ و مادر بزرگش صحبت کند. 16 ساله دخترک مثل اینکه در تاجیکستان دخترک ها هستند، وقتی مهمان آمد از جای خسته خوش آمدید بفرمایید، آیا به نزدشان چای بیارم، این چیزها رو ندارد. یعنی عرف و عادت ما کاملا به عرف و عادت غرب و یا روز تغییر می‌یابد. و البته که یکایک شما عزیزان به این چیز هم شاهد هستید که چقدر اطرافیان ما علکه خود را از تاجیک گفتن شرم می‌دارند. ننگشان می‌آید که بگویند من تاجیکستانی هستم. یعنی آیا این مهاجرت است و این ما رو عزیز میگرداند و ما با این رفتمان آیا میتوانیم تغییراتی داشته باشیم؟ ما که خود تغییر یافته ایستاده، ما از اصل خود دور شده ایستاده، ما از دین خود دور شده ایستاده. و کم نیستن عائله هایی که میگویند نه روسیه کاری خودش رو میکند و آداب و اخلاقی که شما میگویند در داخل تاجیکستان است، یا بعضیا میگن اروپا کاری خودش رو میکنه، ما همچون پدر و مادر کاری رو کردن نمیتوانیم. عزیزم پس نباید سفر میکرد به روسیه، به اروپا، وقتی در این مدت کوتاه، در عمر کوتاهی که مایان بندگان برای عبادت پروردگار آفریده شده و این چونین این احترام بین عائلوی، این ننگ و ناموسی که داره ما از دست میدیم، پس چرا ما برویم به یک کشوری که کلا از اصل خود، از دین خود دور شویم؟ آیا ما برای نرفتیم تا که عدل و عدالت، تا اینکه از خود نرویم یا کسی ما رو غلام خود نکند، یا اینکه ما به جای رفتیم که آسوده زندگی کنیم؟ اما چه آسودگی هست حیاتی که تو میروی، فرزندت پس از چند سال آمده میگوید که مادر عزیز الان عرف و عادت دیگر است، من نمیتوانم با تو زندگی کنم. مادر عزیز سخنهایی که به من میگویی افسانه های تاجیکی هست، این رو برو به کسی دیگری گو. یا میگوید پدر تو حق نداره بالای من قانون را جاری کنی. این چی هست دیگر عزیزان؟ یعنی ما کلا میرویم و اصل خود را و دین خود را، جایی می شود که حتی نام خود را، نسب خود را تغییر میدیم. و ایده هم هستن که میگن نه من خود را از تاجیک گفتن شرم میکنم، من ترک هستم میگم، من چیزی دیگر میگم اما تاجیک نمیگم. یعنی این مهاجرت است یا ببخشید ننگ است. ننگ است که شما میروید خود را، دین خود را، اصل خود را، کی بودن خود را، شخصیت خود را جایش بیاید پدر و مادر خود را عوض میکنید به خاطر همان فرهنگ و یا کلتوری که به گفته روسا آنها دارند. انا اینجا ما خیلی زیاد به مشکلی روبرو شده ایستادیم که همه روزه خواهران عزیز خودشون میدونن که چندین نفر با من در این مسئله در تماس میشوند که دارم فرزند رو از دست میدهم، دارم شوهر رو از دست میدهم، و برادرانی هم هستن که میگن دارم زن رو از دست میدهم. یعنی ببینیم که زنهای مهاجره که در زمان پیامبر بودن و مدینه آمدند و آیا کاملا تغییر یافتند، یا به حبشه رفتند و کاملا تغییر یافتند، و یا همون عرف و عادت آنها در جایش بماند. اینجا زنهای تاجیکی ما، زنی که همیشه در دختن و پختن و کار دیگر و البته احترام شوهر و احترام اهل خانواده شوهر و فرزند و البته همش در جایش بود،
وقتی که به اروپا میرفته است یا مدت در روسیه کار میکرده است، دیگر میگوید من هم مثل زنهای اروپا آزاد هستم، حق نداری مثل یک شوهر بالای من به اینجا بره و اونجا بره بگویی در مال خود آزادم، در حقوق خود آزادم. و از همه بدتر است جایش بیاید شوهر خود را میفرستند تو زندان. یعنی شوهرای هم کم نیستن که به خاطر زنهایشان زندانی گشتن. پس اینجا هدف از مهاجرت چی است؟ مهاجرتی که تو اخلاق خود را میدهی، مهاجرتی که همچون مادر میروی پدر فرزندان خود را به حبس میفرستی، مهاجرتی که مسئولیت مادری خود را فراموش میکنی، کودک تو با کی دوست است با کی دوست نیست، در کوچه چی کار میکند چی کار نمیکند بخبر هستی. یعنی از این مهاجرت، این به خاطر الله هست، این مهاجرت به خاطر چی است؟ مهاجرتی که آخرش دیگر وای است و به نابودی میبرد. انا این مشکلی ها عزیزان مشکلی هایی هست که گاه شاید وسوسه باشد. به خود میگویم ما با این مهاجرتی که امروز داریم هرگز پیروز نخواهیم شد. برعکس ما داریم هر روز نابود میشویم. ما داریم هر روز یک فرزند خود را، یک مادری خود را، یک پدر خود را از دست میدهیم و این روز از روز دارد می افزاید. اما هجرتی که پیامبر کرده بودند، هجرتی که صحابگان کرده بودند، آنها اصل خود را دیگر نکردند، زبان خود را دیگر نکردند، نام و نسب خود را دیگر نکردند، فرهنگ و عرف و عادت های خوبی که ضد شریعت نیست یا تناقض شریعت نیست آنها را دیگر نکردند. ما چرا رویم دیگر کنیم؟ از لباس شروع میکنیم تا صحبت کردن و چه خیلی که گفتم چیزهای دیگر. البته گفتید لباس کرتای اطلس و جامه و تاقی به اروپا مناسب نیست، این مسئله دیگر است. لیکن این نیست که شما کاملا همون چیزی که آنها میپوشن آن را بپوشید و همون طرزی که آنها میگردن. حتی در خانه و در کوچه این گونه باشیم که این چیز ما رو به کجا میبرد؟ نابود کردن نسب و اصل خودمان. و چیز دیگری هم اینجا هست که وقتی این گونه ما دوام میدهیم هرگز نه در نزد وجدان خود، نه در نزد نسل آینده، نه در نزد همان کشور که در میزبان آنها هستیم، ما ببخشید مهمان آنها هستیم، ما آبروی نمیگیریم. میگویند یک نفری که اصل و نسب و هستی خود را فراموش کرده است و اینجا آمده است دیوانه‌وار اینجا و آنجا میگردد. و چیز دیگر چگونه که گفتم در باره مسئله اسرافی که البته آنهایی که پس از مشقت‌های تاجیکستان میروند و پس از مدتی از آن کمک‌هایی که میگیرند فراموش میکنند که در تاجیکستان مردم گرسنه هستند و این چنین فراموش میکنند خویش و تبار خود را. اینها بماند برای بعد. چیز دیگر هدف پیامبر یا هدف از هجرت چی بود؟ آنهایی که میگویند ما به خاطر نان آمدیم، ما به خاطر اینکه زندگیمان خوب شد آمدیم، کاری نداریم دیگر حلالتان بود. اما آنهایی که میگویند ما برای تغییرات خارج شدیم از کشور، یا مادرانی که میگویند ما خارج شدیم تا که باز برگردیم به کشور، و یا برادران عزیزی که میگویند ما نه آمدیم تا اینکه در اینجا جان خود را بدیم، ما آمدیم تا اینکه قوی شویم و برگردیم. اور خیلی نقشه های خوب، نیت های خیلی خوب، اما اقدامی برای این کار داریم یا نداریم؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، آیا در مدینه دست به دست پا به پا از کمک های اطراف گرفتند و خوردند و خواب کردند، یا اینکه از همون روز اول الکی نقشه هایشان شروع شد، الکی همچون برای اتحاد برادری را بین مهاجر و انصار اعلان کردند و به مسجد بنا کردند و این چنین نقشه های پی هم که در مدت 10 سال الکی پیامبر به یک دولتی که در عربستان سعودی یا جزیره عرب یکون دولت نبود، دولتی با نام دولت با خلافت پیامبرمان در آنجا بنا شد و ساخته شد. ولیکن آره ما میگیم ما که در یک کشوری هستیم که کاری کرده نمیتوانیم، ما جمعیت کرده میتوانیم، ما از همون مبلغ هایی که کم و زیادی هم باشد میتوانیم یک مقدار پس انداز کنیم، حداقل به بیچارگان کمک کنیم. و یا اینکه یک اقدام های، یک برنامه های تعلیمی تدریسی حداقل در دایره مسلمان های اطراف یا تاجیکان اطراف داشته باشیم. یعنی نقشه ها تقریبا در هستند برادرانی که همیشه موفق باشند. هر روز ما میبینیم کاری رو کرده ایستادن، اما زیادی ها هم هستند که دیگر فراموش کردن هدف از هجرت چی بود. در حالی که چگونه که گفته ایستادم
پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها هجرت کردند و هدف داشتند، نقشه داشتند، بالای هدف خود کار کردند، بالای نقشه خود کار کردند و عزیز هم شدند، صاحب عزت گشتند و این چنین در آخر کل مکه تسلیم آنها شد، برای آنکه با هدف خود کار میکردند، نقشه داشتند و هرگز آنها را کلا جایی که آنها مهاجرت کردند از آن خودشان نکرده بود که هم خود را فراموش کنند، هم اصلشان را و نقشه ها را همش را دیگر از دست بدهند یا از پای نقشه نشوند. و اینجا میبینیم که چه خیلی که گفته ایستادم، بعد از اینکه ایده یا مال فراوان به دستشان آمد یا خانه گرم به گفته خودمان پیدا کردن، دیگر فراموش کردند که آنها باید برگردند. اگر شما بر نمیگردید باید فرزندان شما برگردد. نمی شود که کل عمر خود را در مهاجرت، اون هم در کشور غربی که به 1001 آزادی که به شما یا به مایان داده است، میبینیم که چقدر به اخلاق ما، به دین ما تاثیر میکند و هرگز ما را مثل یک فرد خودش قبول ندارد و فرزند ما را هرگز مثل فرزند خودش قبول نمیکند. برعکس تا اندازه فرهنگ خود را به ما جا میکند که رفته رفته فرزندان میگویند عرف و عادت تاجیکیت را کنار بگذار، من دیگر یک فرد آزاد هستم. برای همین نقشه های پیامبر داشتن، هدف های داشتن، از پای نقشه و هدف خود شدن و توانستند و موفق شدن. اینجا هر مهاجری که یا هر گروهی دست جمعی مهاجرانی که یک هدف دارند و اون هدفشان البته که اولینش باید به خاطر الله باشد، بعدم برای منفعت و از بین بردن ظلم و بیدادگری، ببینیم که تا حد، تا اندازه موفق می شوند. برای آنکه اینجا ظلم است وقتی پروردگار یک ایده که به خاطر خودش قدم میزنند نصرت ندهد. ولی اینجا چه خیلی که گفتم متاسفانه جای رسیده است که ما دیگر فراموش کردیم که هستیم، از کجا آمدیم، چرا آمدیم، فرزندان ما چرا اینجا هستند و ما باید چی کار کنیم. انا این خیلی جای تاسف آور است. و چیز دیگری که در ما هست، البته که دوستی کردن یا خود دوستی نه، معامله کردن، رفت و آمد کردن، گاهی در مسئله های هم نشین شدن با کفاره که آنها به دین ما ضرر نکرد، به خاطر دینمون ما را بد ندید، هیچ باکی ندارد. و در این باره الله میگوید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. الله شما را من نمی کند، آنهایی که مسلمان نباشند هم شما را از کشورتان خارج نکردند و به شما به خاطر دینتان ضرر نرسانیدند، به آنها نیکی کنید، احوالش را پرسید، کمک کنید. ولیکن این آیا معنای آن را دارد که ما آنقدر دوستی یا گفتیم رابطه قوی با اهل کفار داشته باشیم یا به فرزند خود تا اندازه اجازه بدهیم که فرزند ما حتی به موالات دست بزند؟ یعنی موالات این است که یک روز کودک بیاید بگوید که مادر چه فرق دارد من مسیحی هستم یا مسلمان هستم، مهم انسانی خوب هستم، دوستی من مسیحی هست، خیلی انسانی خوب است، کار نداشته باش، او مسلمان است باکی نیست، شاید او جنت می رود تو جنت نمی روی. یا اینکه دخترچه آید بگوید که مادر مهم این است که در قلبم انسانی خوب باشم، این حجابی که تو میگویی، سر و لباسی که تو میگویی، اینها فقط یک نمود ظاهری است، ببین دوگانه من لباس درست در تن ندارد و خیلی انسانی خوب است. یعنی این رو کودک از کجا پیدا میکند؟ یک فرزند این را از کجا این گونه اخلاق را از آن خود میکند؟ اینجا مسئله در این است که ما تا حد با آنهایی که خلاف شرع ما هستند یا گفتیم غیر دینی ما هستند دوستی کردیم، تا حد به آنها نزدیک شدیم که حتی اجازه دادیم که آنها آنها در عقیده کودک ما کار کنند و کودک روز بیاید و بگوید که هیچ فرق بین مسلمان و مسیحی نیست، همه آزادند که چی کار خواهند میکنند، تو هم کار نداشته باش. البته که کودکی که با مسلمان ها رو دارد، کودکی که اطرافیانش مسلمان هستند هرگز این را نمیگوید، او همیشه فرق میکنه، چون این اصل دین است. یعنی این اصل دین است که مسئله این که دین ما آخرین دین است و نسخ کننده دیگر دین ها هست و هرگز مسیحی، یهودی، دیگر ادیان دیگر داخل جنت نمی شود، این عقیده مسلمان است. و اینجا ما بسیاری ها هستند که میگویند
یک دوستی خوبی مسیحی دارد، یک دوگانه خوبی مسیحی دارم و حتی در حیرت میشوید خواهر میگوید من حتی کافر گفته نمیتوانم ببخشید، برای اون که خیلی انسانی خوب است و حتی میشود که به او قرآن خوانده بخشید. یعنی بکی نفری که الکل می نوشد، نفری که هرگز پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم را قبول ندارد، خب همسایه تو بود است، با تو رفت و آمد خوب کرد و این معنیش این است که اون نفر را ما کاملا از دین خود دانیم و از اصل دین خارج شویم. برای همین اینجا مسئله دوستی کردن و موالات هم میگن خیلی مسئله جدی است. آره رفت و آمد در حدود خودش با همسایه خود با همکار خود چیزی دیگر است، اما تا حدی که او در عقیده ما که خیلی متاسفم در این مسئله تاجیکا ضعیف هستیم که ما خیلی میتوانیم زود تغییر یابیم، یعنی برعکس اینکه به دیگری تاثیرمان برسد زودتر از دیگران تاثیر میگیریم. مثلا یک روس زبان برای مثال عادی و هرگز این تحقیر نیست برای هموطنان عزیز، یک روس یک زبانی اونی که زبانی روسی ببخشید روس هست و تاجیکستان می آید 50 سال می ایستد او در زبانی خودش با تاجیکو صحبت میکند. 50 سال است روس زبان در داخل تاجیکستان با روسی صحبت میکند و میگه شما باید مرا بفهمید، من تاجیکی را یاد نمیگیرم. برادران تاجیک زنی روس میگیرند و برادر تاجیک خودش کاملا روس میشود، مادرش خواهرش رو هم مجبور میکند که روسی گپ زنید. زن روسی او تا 90 سالگی یک کلمه تاجیکی رو یاد نمیگیرد. این از چه است؟ یعنی این گونه اویله ها زیاد هستند. از چه است؟ از ضعیفی ما هست که ما خیلی زود تاثیر میگیریم و تاثیر نمیرسانیم. انا این گونه اویله ها هم در خارج از روسیه یا کشورهای دیگر هم دارن زیاد میشوند که عزیزان مسئله ای که ما در مسئله دین خیلی بعضا سهلنگاری میکنیم و یا میگویم دوستی بالاتر از همه چیز است و چیزی دیگر، یک روز میشود که همون دوستی ما به اندازه میبرد که پناه به الله ما حتی کاملا خلاف شریعت خود کار بکنیم و یا دست به عملهای بزنیم، به گفتن کلمه های به خود اجازه دهیم که شریعت آن را هرگز قبول ندارد و نمیپذیرد. اما اینکه رفتیم در دین خود ماندیم و این گونه هم شکر پروردگار زیاد هستند. خواهرکانی که کم هستند اما زیاد هستند، میگیم از اینکه برکتشان زیاد است، به اطرافیان تاثیر خودشان را رسانیدن، یا برادرانی که میگویند با کمک من با مهربانی من که با همسایه هم بود، همسایه هم اسلام آورد، و یا اینکه یک عائله کلان کاملا به اسلام گروید، یا خواهرانی که میگویند اولا میپرسید بعدا کاملا تغییر یافت، یا خواهرانی که میگن فرزندی من سبب شد که دوستش به اسلام گرود. این گونه هم هستند. اما عکسش هم که فرزندی من دیگر قبول ندارد عرف عادت ما را، فرزندی من مسئله دین آزادی هست، کاردار نشو، کی خواستم نماز میخوانم نمیخوانم میگوید. این گونه هم زیاد هستند. برای همین عزیزان مهاجرت یا که هجرتی که ما کردیم مبادای این هجرت آخرش واویلا نباشد. در دنیا که هست باقی نیست، عمر کوتاه هست، زود می رویم یک پای هم، اما به آخرت بماند چه؟ در روز آخرت به خاطر و جای اون که بگوییم من در راه تو به خاطر تو کشور خود را سرزمین خود را ترک کردم و جانم را دادم، بگویم که من کشورم را ترک کردم و از این هم به بدترش واخوردم، از اخلاق خودم بدتر اخلاق را کسب کردم و اون کشوری که من رفتم بدتر از آن بود که در از کشور خودم بود. برای همین اینجا یک سخنی خیلی زیبای علما هست که میگویند پیش از این که میگویی من هجرت میکنم یا از کشور خود به کشور دیگر سفر میکنم، در فکرت باشد که آیا تو خودت باوری داری که اونجا میروی تغییر نمییابی، یا اینکه اونجا میروی تاثیر میدی و تاثیر نمیگیری. و بدون که اگر شخصیت ضعیفی هستی یا همسرت زنی ضعیفی هست یا فرزندانت که اونجا میروی آنها رو از دست میدهی، زینهار که سفر نکن و یک برده نان قاق باشد هم به مکان سفر کن که به اخلاق تو تاثیر نرساند. و اینجا خیلی که گفته ایستادم که در این مسئله خیلی میخوام یک موضوع یک برنامه کامل داشته باشیم. خیلی زیاد خواهرانی هستن که وقتی که به اروپا رفتن یا بعضی به روسیه یا به کشور دیگر فراموش کردن که حق شوهر کجاست، عزت شوهر کجاست، عزت پدر و مادر خود و پدر و مادر شوهر کجاست. و کم نیستن خواهرانی که دیگر شوهرها رو شب و روز تهدید میکنن که اگر اینی کردی یا اونی کردی و پلیس زنگ میزنم. و کم نیستن خواهرانی که میگوین
با پول من زندگی داری، با پول کودک من زندگی داری. اینجا اخلاق هم از بین رفت، اون مروت و اون اخلاق زنی تاجیک هم از بین رفت که برای ما بالاتر از همه در چه حالت باشد هم روزهایی بود که این حق و حقوق شوهر بود که عائله ما باید یکجا باشد و مستحکم شود، ولی الان زمانی رسید که میگویم نه، برای ما اونقدر عائله مهم نیست، به شوهرم من میتوانم کودکانی خود را بزرگ کنم، مهم این است که آزاد باشم، مهم این است که پولها در دست من باشد یا چیزی دیگر، که خواهران عزیز و این برادران عزیز باید و خود ما به خود برگردیم و ببینیم که در این مسئله ما به کجا داریم قدم می‌نهیم. هجرت کردیم تا اینکه ما اصلاح کنیم، یا اینکه هجرت کردیم و پس از هجرت برای ما اصلاحگری لازم است که دیگر هجرت تا اندازه‌ای به ما تاثیر رسانید که خودمان محتاج یک اصلاحگر میباشیم. و اینجا عزیزان به پایان برنامه میرسم. از آن که در این موضوع خیلی زیاد گفتنی ها هست، ولیکن وقت برای ما اجازه نمیدهد، شاید در برنامه های دیگر باز با هم درباره مهاجرت و بزرگ کردن کودک در مهاجرت و این چنین ضعیف نبودن در مهاجرت و همه چیز را من مهاجر هستم و بالای من کسی چیکار خواهد میکند این را تحمل نکردم، مسئله های دیگری هست که درباره شرف و عزت و حفظ و ناموس است که با هم خواهیم صحبت کرد. تا برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.